قرغیزها به خاک تاجیکستان زده در آمدند. باز یک مرزبان تاجیک کشته شد. زخم برداشتگان زیادند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای اشتراک در همایش نشست وین به دولت استرالیا سفر کرده است. علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آستانه نشست شانگهای عملیات تروریستی انجام شده است. صبح بر وقت امروز 16 سپتامبر باز در مرز تاجیکستان و قرغیزستان یک مناقشه دیگر سر زده دست کم یک مرزبان تاجیک کشته شد و چندین تن دیگر زخمدار شدند. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفته است نظامیان تاجیک به چند دیدبانگاه مرزی این کشور حمله کردند، اما نیروهای مرزبانی تاجیکستان این را رد کرده گفتند که اول شده سرحدبانان قرغیز به یک دیدبانگاه تاجیکستان حمله کردند. رادیوی آزادی با تکیه به منابعش خبر داد که تیربارانی ساعت 5:30 سر شده است. در اظهارات مرکزی مطبوعات نیروهای سرحدی تاجیکستان که آن را اگنتی اطلاعاتی خاور نشر کرده است گفته می شود که 16 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 4:50 صبح سرحدبانان دیدبانگاه سرحدی کوکتاشی اتریدی سرحدی بادکنی جمهوری قرغیزستان عهد شکنانه با استفاده از سلاح‌های وزنین دیدبانگاه سرحدی دوشنبه اتریدی سرحدی اسفره جمهوری تاجیکستان را گلوله باران کردند. همزمان نظامیان قرغیزستان با استفاده از سلاح‌های وزنین دهه‌های اهالی نشین خواجه اعلی، کممزار، سرخ، سامانیان، کلکند شهری اسفره، خستیورز و آفچ قلعچه ناحیه باباجان غفوروف را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. خدمات مرزبانی قرغیزستان از زخمی شدن 4 نظامی خبر داده است. با اطلاع خبرگزاری اوستا امروز یک شهروند تاجیکستان کشته و چند تن زخمی شده‌اند. منبع می نویسد قرغیزها در حال حاضر قلمرو تاجیکستان را تیرباران می کنند. از آن ما باشند پاسخ می دهند. یک منبع از دهه چارکوه به پیام گفت که قرغیزها این صبح به خاک تاجیکستان زده در آمدند و حالا جنگ در خاک تاجیکستان رفته ایستاده است. درون‌های قرغیزی محل‌های نزد مرزی تاجیکستان را هدف گرفته‌اند. در همین حال رادیوی آزادی خبر داد که مقامات تاجیکستان یک گروه از سابقه‌داران فرانت خلقی را در اکادمی وزارت کارهای داخلی جمع کرده می‌خواهند آنها را به منطقه مرزی اسفره فرستند. با اطلاع منبع خبر نزد بینای اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند نفر از شخصان بزرگسال با ریش بلند در لباس نظامی نزد بینای اکادمی وزارت کارهای داخلی گشت و گذار داشتند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی قرغیزستان خبر داد که وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و قرغیزستان سراج الدین مخری‌الدین و جنبه قلوبایف درباره وضع در مرز گفتگو کردند. در گفتگو تاکید بر این شده است که حل مشکلاتی که در مرز به میان می آیند تنها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی امکان پذیر است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای اشتراک در همایش نشست وین به دولت استرالیا سفر کرده است. در این باره علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در صفحه توییتری خود خبر داد. گفته می شود در این همایش 30 چهره سیاسی افغانستان که با طالبان مخالفت دارند اشتراک میکنند. خبرگزاری امج نیوز اسمی چندی از اشتراکچیان این همایش را آشکار کرد، اما در این رویخط نام چهره‌های سرشناسی افغانستان تا به دست طالبان گذشتن حکومت از جمله عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، اسماعیل خان، امرالله صالح وجود ندارد. گفته می شود که این همایش با ابتکار دانشکده روابط بین المللی استرالیا تشکیل شده 3 روز دوام می یابد و ضمن آن اساساً مقاومت سیاسی و نظامی علیه طالبان بررسی خواهد شد. علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آستانه نشست شانگهای عملیات تروریستی انجام شده است. برخی از گزارش‌های تایید نشده از عملیات ترور ناموفق ضد رئیس جمهوری روسیه خبر دادند. کانال تلگرامی CVR که موضوعهای مخالف دولت روسیه و رئیس جمهوری این کشور را رسانه‌ای می‌کند در گزارش ادعا کرد که ضد رئیس جمهوری روسیه عملیات تروریستی انجام شد، هرچند این عملیات ناموفق بوده است. بر اساس آنچه خبرگزاری دلی استر گزارش می‌دهد، برخی از محافظان پوتین پس از آن رویداد ناپدید شده‌اند و این مسئله شبهه قوی را در مورد احتمال ترور ماشینی که رئیس جمهوری روسیه در آن سفر کرد ایجاد می‌کند.
گفته می شود انفجار محکم از پشت لیموزینی که پوتین در آن حرکت میکرد رخ داده است و گمان می رود این یک حمله با بمب بوده است. بلافاصله پس از این اتفاق برخی از محافظان پوتین برکنار و بازداشت شده اند. هنوز کاخ ریاست جمهوری روسیه به این موضوع و خبرها پیرامون این ماجرا واکنش نشان نداده است.